سلام دوست خوبم، خوش اومدی به کانال قصه و خواب. چشماتو ببند، نفس عمیقی بکش و بذار آرامش مثل نسیم بهاری روی دلت بشینه. امشب با هم قصه ای داریم از جامی، حکایت مردی ثروتمند که با همه نعمتهاش دلش تشنه صدای خنده کودکی بود. پس آروم دراز بکش، به صدای قصه گوش بده و بذار این حکایت قدم به قدم تو رو به خوابی شیرین و رویایی ببره. در روزگاران قدیم مرد ثروتمندی زندگی می کرد که هرچه از مال دنیا از خدا خواسته بود به دست آورده بود. او از مال و نعمتهای دنیوی همه چیز داشت جز فرزند. او و همسرش با اینکه چندین سال بود که با هم ازدواج کرده بودند، ولی خداوند فرزندی به آنها عطا نکرده بود. این زن و شوهر با همه ثروتی که داشتند خودشان را خوشبخت نمی دانستند، زیرا وارثی برای آن همه ثروت و املاک نداشتند. آنها شب و روز در غم بی فرزندی می سوختند و می ساختند. وقتی مردم فقیر را می دیدند که با داشتن فرزند یا فرزندانی زندگی شادی دارند، آهی سرد از دل پردرد بر می کشیدند و غصه می خوردند. مرد ثروتمند قصه ما برای آنکه بتواند صاحب فرزندی شود دست به همه کاری زده بود. همسرش را پیش حکیمان و طبیبان بسیاری برده بود و داروهای گرانبها و کمیابی از نقاط دور و نزدیک برای باردار شدن او تهیه کرده بود. اما از آنجا که خداوند متعال نمیخواست که آنها صاحب فرزندی بشوند، هیچ نتیجه‌ای از سعی و تلاش طبیبان و حکیمان و آن داروهای گرانبها و کمیاب نمی گرفت. او و همسرش همچنان پس از سالها ازدواج در حسرت داشتن کودکی در خانه خون دل می‌خوردند و می‌سوختند. آنها آرزو داشتند که صدای گریه‌ها و خنده‌ها و بازی کودکی خردسال به فضای خانه‌شان گرما ببخشد. روزی از روزها مرد ثروتمند و همسرش شنیدند که در شهری دور شیخی بزرگوار زندگی می کند که مستجاب الدعوه است و دعاهایش به سرعت مستجاب می شود. آن دو شنیدند که بیماران و نیازمندان بسیاری از جاهای گوناگون پیش آن شیخ رفتند و با دعای خیر او شفا یافته و نیازهایشان برآورده شده است. مرد ثروتمند قصه ما روزی از روزها شال و کلاه کرد و به سوی شهری که آن شیخ بزرگوار در آن میزیست بار سفر بست. از کوهها و دره‌ها و دشت‌های زیادی گذشت و پس از روزها و هفته‌ها به شهر مورد نظر رسید. به کاروانسرایی رفت و شب را در آنجا گذراند. آن شب نشانی خانه شیخ مستجاب الدعوه را از صاحب کاروانسرا گرفت. همه شهر شیخ را و خانه‌اش را می شناختند. فردای آن شب پس از رفع خستگی هدیه‌های گرانبهایی تهیه کرد و راه خانه شیخ بزرگوار را در پیش گرفت. او شنیده بود که شیخ در عوض دعاهایی که برای مردم می کند پولی از آنها نمی گیرد و فقط گاهی
بعضی از هدیه‌هایی را که مردم برایش میبرند میپذیرد. مرد ثروتمند وقتی جلوی خانه شیخ رسید، جماعت زیادی را دید که در برابر خانه صف کشیده بودند. ماجرای صف را پرسید و در پاسخ شنید که همه آن مردم نیازمندان و بیمارانی هستند که برای رفع نیاز و شفای بیماریشان به در خانه شیخ پناه آورده و به نوبت ایستاده اند. مرد رفت و در انتهای صف جا گرفت و منتظر ماند. پس از چند ساعت بالاخره نوبت به او هم رسید. وارد خانه شد. پیرمردی را در برابر خود دید که ریش سفید بلندی داشت. چهره پیرمرد نورانی بود و نشان از پاکی درونش داشت. مرد در دل گفت به راستی که این پیرمرد شیخ بزرگواری است. بزرگواری و خلوص و پاکی از چهره و نگاهش میبارد. شیخ مستجاب الدعوه نگاهی به مرد قصه ما انداخت و گویی که افکار او را از دور خوانده است. گفت ای بیماران و ای نیازمندان، همگی شما باید توکل به خداوند بخشنده مهربان داشته باشید. باید نیازهای خودتان را فقط و فقط با خداوند بخشنده مهربان در میان بگذارید. مرا که می‌بینید بنده‌ای هستم از بندگان خداوند. بنده‌ای همچون شما هیچ کاری هم از دست من بنده ساخته نیست. از بنده ضعیفی مثل من چه کاری ساخته است؟ من برای شما کاری انجام نمی‌دهم که بخواهم در برابرش پولی از شما بگیرم. من فقط دعاهایی در حقتان می‌کنم و بس. در حقیقت شفادهنده اصلی بیماران و برآورنده نیازهای نیازمندان خداوند بزرگ و متعال است. خدایی که بخشنده و مهربان است و خیر و صلاح ما را بهتر از ما می‌داند. مرد ثروتمند هدیه‌های گرانبهایی را که با خود آورده بود 2 دستی تقدیم شیخ کرد. آنگاه درد بزرگ خویش را با او در میان گذاشت. شیخ وقتی حرفهای مرد ثروتمند را شنید به او گفت ای مرد، چرا می‌خواهی و چرا اصرار داری که حتما فرزندی داشته باشی؟ مرد گفت همه مردم دنیا دوست دارند که دارای فرزند یا فرزندانی باشند. من هم مثل همه مردم دوست دارم فرزندی داشته باشم. میخواهم پدر شوم. من از این جهت فرزندی را از خداوند میخواهم که در آینده پس از مرگم وارث ثروت هنگفت من باشد. فرزندی که نام مرا پس از من زنده نگه دارد و نسل مرا در جهان ادامه دهد. شیخ گفت ای مرد که رنج سفری دراز و طولانی و خسته کننده را بر خود هموار کرده ای، بگو بدانم تو از کجا میدانی و اطمینان داری که اگر صاحب فرزندی شوی او نام تو را به نیکی زنده نگه خواهد داشت و وارث ثروت هنگفت تو خواهد شد. فکر نمی کنی که شاید خداوند مصلحت نمی بیند که تو صاحب فرزندی شوی؟ فکر نمی کنی شاید خداوند تو را دوست دارد و خیر و صلاح تو را می خواهد و از این رو کودکی به تو عطا نمی کند؟ مرد گفت اگر واقعا خداوند مرا دوست دارد باید با دادن کودکی به من مرا خوشحال کند و گرمی به خانه و کاشانه‌ام بخشد. ای شیخ، تو خود خوب می‌دانی که اگر خدا بخواهد همان گونه می شود که گفتم. پس در حق من دعا کن. شیخ با لحنی که گویی دارد با خودش واگویه می کند گفت آری اگر خدا بخواهد. آنگاه رو به مرد کرد و گفت ای مرد، تو به نکته بسیار مهم و جالبی اشاره کردی. مرد با تعجب پرسید نکته مهم و جالب
منظورتان چیست؟ شیخ لبخند کمرنگی بر لب آورد و گفت تو خود گویی که اگر خدا بخواهد. این حرف درست و خوب است. تو فکر نمی کنی که اگر خداوند واقعا می‌خواست تو تاکنون صاحب فرزندی می شدی؟ چرا پس از سالها ازدواج هنوز همسرت کودکی به دنیا نیاورده؟ پاسخ روشن است. لابد خدا نخواسته است. لابد صلاح ندانسته است که فرزندی داشته باشی. شاید واقعاً به خیر و صلاح توست که صاحب فرزند نشوی. آیا متوجه منظورم شدی؟ مرد ثروتمند خواهان فرزند سرش را به زیر انداخت و به فکر فرو رفت. حرفی نزد. شیخ گفت فهم این مسئله چندان به فکر کردن نیازی ندارد. مرد سر بلند کرد و گفت چه میگویی ای شیخ؟ چرا چنین فکر میکنی که خداوند به بیشتر مردم فرزندی عطا میکند اما به من یکی فرزندی نمیدهد، آن هم به این دلیل که خیر و صلاح من در این است؟ من این موضوع را درک نمی کنم، ولی این را خوب می دانم که وجود فرزند سراسر برکت است و خیر برای پدر و مادر. شیخ آهی کشید و حرفی نزد. مرد گفت ای شیخ بزرگوار، تو در حق من و همسرم دعای خیر کن تا من صاحب فرزندی شوم. آن وقت تمام کوششم را به کار میبرم که فرزندم را خوب تربیت کنم و کاری کنم وقتی او بزرگ شد انسانی شریف و مفید و درستکار و مومن شود. شیخ لبخند سردی زد و باز هم هیچ نگفت. مرد گفت من و زنم شنیده ایم که هر دعایی بکنی فوری مستجاب می شود. امید من و زنم بعد از خدا به توست. زنم اکنون منتظر است که من با خبر خوشی برگردم. او را از شنیدن خبر خوش محروم نکن. تو اگر در حق من و همسرم دعای خیری کنی، خداوند دعایت را قبول می کند و ما صاحب فرزندی می شویم. من قول می دهم فرزندم را طوری تربیت کنم که فرزندی سالم و خوب از آب درآید و نام مرا به نیکی زنده نگه دارد و از ثروتم در راه درست و خیر و مفید به حال مردم استفاده کند و همیشه دعاگوی جان شما نیز باشد. شیخ باز هم حرفی نزد. به فکر فرو رفت. حالت چهرهش نشان میداد دچار شک و دودلی است. نمی توانست تصمیم بگیرد که برای فرزنددار شدن مرد دعا کند یا نه. انگار چیزی از درون او را آزار میداد. انگار کسی در او فریاد میزد که دلت به حال آن مرد نسوزد. در حقش دعا نکن، به صلاحش نیست که صاحب فرزندی شود. پیرمرد آسوده خاطر نبود. تشویش داشت. دلنگران بود. مرد ثروتمند تصمیم گرفت از راه عجز و التماس وارد شود. پس به التماس افتاد و گفت با من دار شیخا همتی، تا ببخشد کردگارم دولتی. تازه سروی روید از آب و گلم، کز وجود او بیاساید دلم. یعنی آید در کنارم یک پسر، کز جمال او شوم روشن بصر. شیخ مستجاب الدعوه بی آنکه حرفی بزند مدتی در سکوت او را نگریست. طوری نگاهش می کرد که گویی دارد آینده مرد را در آینه‌ای تماشا می کند. مرد باز هم شروع کرد به خواهش و التماس. شیخ بزرگوار بسیار کوشید تا آن مرد را از فکر بچه دار شدن منصرف کند و او را به خانه‌اش بازگرداند، اما هرچه دلیل آورد و او را پند و اندرز داد سودی نبخشید که نبخشید. مرد ثروتمند همچنان با اصرار تمام
خواستار دعای خیر در حق خود و همسرش از شیخ شد. شیخ که اصرار زیاد و بیش از اندازه مرد ثروتمند را دید، به ناچار خواهش او را پذیرفت، دست به دعا برداشت، از خداوند فرزندی برای او درخواست کرد. مرد ثروتمند وقتی با چشمهای خود و گوشهای خود دید و شنید که شیخ در حق او و همسرش دعای خیر کرد، خیالش آسوده شد. از شیخ خداحافظی کرد و به سوی شهر خویش رهسپار شد. زمان زیادی نگذشته بود که نشانه‌های بارداری در همسر مرد ثروتمند نمایان شد. او وقتی خبر بارداری همسرش را شنید، خدا را شکر کرد و به همسرش گفت: دیدی ای زن، دیدی که دعای آن شیخ مستجاب و دعوه کار خودش را کرد و خداوند بخشنده و مهربان فرزندی به ما عطا فرمود، در حالی که تو امیدت را کاملا از دست داده بودی و فکر نمی کردی که ممکن است روزی فرا برسد که تو واقعا مادر شوی. باید جشن بگیری. دستور می دهم چند گوسفند را سر ببرند و شام مفصلی تدارک ببینند. باید همه فقیران و مستمندان و نیازمندان را به مبارکی این نعمت بزرگ که خداوند به ما عطا فرموده است برای شام دعوت کنیم و انعامی نیز به یکایک آنها بدهیم و نیازهایشان را برطرف سازیم. زن از شادی در پوست خود نمی گنجید. با اشتیاق و بیتابی تمام گفت: من که اصلا باورم نمی شود تا کودکم به دنیا نیاید و او را در آغوش نفشارم، باورم نمی شود. به نظر من بهتر است که این جشن و سور دادنها و کمک به مستمندان را بگذاری برای پس از تولد فرزندمان. شوهر گفت: مطمئن باش که به زودی کودک ما به دنیا می آید و تو با شادمانی و مهربانی مادرانه کودکمان را در آغوش گرمت می فشاری. آری، تا چشم بر هم گذاری این 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت تمام می شود و دوره بارداری به پایان می رسد و کودک دلبندمان پا به این خانه می گذارد. آری، به زودی. به راستی چنین هم شد. زمان مثل برق و باد گذشت و لحظه تولد کودک فرا رسید. خداوند پسری زیبا و چاق و چله و سالم و شاداب به آنها عطا فرمود. آن زن و شوهر پس از سالها مزه شیرین و دلنشین داشتن فرزند را چشیدند. مزه دلچسب پدر و مادر بودن را. دیگر چیزی در دنیا کم نداشتند. زندگیشان کامل شده بود. فقط بزرگترین آرزویشان این بود که پسرشان هرچه زودتر بزرگ شود و مردی شود برای خودش. مرد سوری مفصل و باشکوه به فقیران و مستمندان داد. مردم به او می گفتند مرد ثروتمند سخاوتمند، چون این مرد پس از تولد فرزندش بسیار دست و دل باز شده بود. علاوه بر آن که مرتباً به فقیران سور میداد، دست مستمندان را هم می گرفت و کمکشان می کرد و همه این کارها را برای این می کرد که آنها برای سلامتی جسم و روح فرزندش دعا کنند. آن زمان هنوز علم پزشکی پیشرفت کافی نکرده بود. برای همین گاهی بیماری‌های واگیردار در یک آبادی و یا در یک شهر شیوع می‌یافت و در عرض چند روز یا چند هفته صدها کودک از بین می‌رفتند. مرد که فقط همین یک فرزند را داشت می‌ترسید و نگران بود که مبادا فرزند او هم قربانی یکی از این بیماری‌ها شود. برای همین شب و روز مراقب سلامتی فرزندش بود. پسر مرد ثروتمند کم کم رشد کرد و بالید و بزرگ شد، بی آنکه حتی یک بار هم بیماری کوچکی بگیرد. مرد خیالش راحت شده بود که پسرش از خطر جسته است، چرا که می‌دانست آن بیماری‌های واگیردار فقط بچه‌های کوچک را تهدید می‌کند و فقط کودکان را از بین می‌برد.
حال که فرزند او از آن مرحله سنی عبور کرده بود و دیگر خطری او را تهدید نمی کرد، خیالش راحت شده بود. هرچند که هنوز هم به کمک‌های خود به مستمندان و نیازمندان ادامه می‌داد. از آنجا که در زندگی همیشه به روی یک پاشنه نمی‌چرخد و فراز و نشیب‌های زیادی در زندگی هر کسی در این دنیای خاکی وجود دارد و از آنجا که خوشی‌های دنیایی هیچ وقت پایدار و ماندنی نبوده است و نیست، خورشید شادمانی و نیکبختی مرد ثروتمند و همسرش نیز کم کم رو به افول نهاد. دیو غم و غصه دوباره آمد و جلوی در خانهشان چادر زد و دندانهای تیزش را به آنها نشان داد. آری، مرد ثروتمند اگرچه برای خوب تربیت کردن فرزندش بسیار کوشیده بود، اما نتوانسته بود او را آنطور که دلش می‌خواست و قولش را به شیخ داده بود تربیت کند. او هر راهی را که منجر به تربیت صحیح فرزندش میشد رفته بود، اما مشکل اینجا بود که همسرش، مادر کودک، همه بافته‌های شوهرش را رشته می‌کرد و درست در عکس جهت او حرکت می‌کرد و تمام تلاش‌های او را خنثی می‌کرد، به طوری که در آن شهر کودکی بی‌ادب‌تر و شرورتر از این کودک وجود نداشت. بعدها هم که این کودک بزرگتر شد و به نوجوانی رسید، بی‌ادب‌تر و شرورتر از او کسی در شهر پیدا نمی‌شد. شاید هم هیچ کس واقعاً در این مورد تقصیر نداشت. القصه، از آنجا که مرد قصه ما فقط همین یک پسر را داشت، برای خوشحالی و رفاه و آسایش او از انجام هیچ کاری روی گردان نبود. او در برابر خواسته های پسر که گاهی هم غیر عادی و نادرست بود هرگز حرفی نمیزد. مادرش او را بیش از اندازه لوس و نونور بار آورده بود. او از جمله بچه‌هایی بود که فکر می‌کنند تمام دنیا و هر چه در آن است فقط و فقط به خاطر وجود نازنین آنها آفریده شده و همه باید در خدمت آنها باشند. او در کودکی گمان می‌کرد که خورشید و ماه فقط و فقط به خاطر وجود اوست که می‌تابند و هیچ کس دیگری در دنیا جز او سهمی در ماه و خورشید ندارد. بدبختی بزرگ پدر و مادر این پسر لوس و نونور زمانی واقعاً آغاز شد که او وارد دوران پرشور و شر جوانی شد. روزی نبود که این جوان مغرور و عزیز دردانه مزاحمتی برای همسایه ها و مردم ایجاد نکند. روزی نبود که گروهی برای شکایت از دست این جوان شرور به پدر و مادرش مراجعه نکنند. این جوان نه تنها دست به هر کار زشت و غیر اخلاقی میزد، بلکه دنبال دختران و زنان مردم هم راه میافتاد و قصد آزار و اذیت آنها را داشت. خانواده این جوان که عمری را با آبرو زندگی کرده بودند، حال انگشت نمای خلق شده بودند. مرد ثروتمند هر روز و هر شب فرزند شرور و بدنهادش را پند و اندرز میداد و او را از کارهای زشت و بد باز می داشت. اما کو گوش شنوا؟ جوان شرور نه تنها به حرفهای پدر و مادر توجه نمی کرد، بلکه وقت و بی وقت بر سر آنها فریاد می زد و آشکارا به آنها می گفت که ترسی از عاقبت کارهای خود ندارد و نه گوشی برای شنیدن پند و اندرزهای آنها. کوچکترین اعتنایی به حرفهای پدر و مادرش و نارضایتی مردم نداشت و هر کاری که دلش می‌خواست انجام می‌داد. پسر شرور کارهایش را تا جایی ادامه داد که کم کم خبر کارهای زشت او در تمام شهر پیچید و به گوش همه مردم رسید. دیگر کسی در شهر نبود که زخمی از این جوان ابله و نادان نخورده باشد و همه در دل دعا می کردند که خداوند این موجود را نابود کند
و آرامش و خوشبختی را به شهر بازگرداند. جوان هیچ کاری جز خوردن و خوابیدن و بعد هم ولگشتن در کوی و برزن و آزار مردم نداشت. او از این گونه زندگی لذت می برد. گویی شیطان در وجودش لانه کرده بود و هر لحظه او را به انجام کارهای ناشایست تشویق می کرد. یک شب مرد ثروتمند زنش را صدا زد. زن آمد روبروی شوهرش نشست. مرد گفت ای زن، من دیگر از دست کارهای این پسر خسته شده ام. او آبروی مرا در تمام شهر برده است. دیگر آبرویی برایم پیش مردم نمانده. روزی نیست که گروهی از شرارتهای این جوان نابکار و نادان به من مراجعه نکنند. روزی نیست که 1000 بار خود را لعنت نکنم. هر روز به خودم میگویم که ای کاش هرگز آرزوی داشتن فرزند نکرده بودم. ای کاش حرف آن شیخ فرزانه را گوش کرده بودم. شیخ مستجاب الدعوه را میگویم. او از آینده خبر داشت و من احمق ندانستم که او به نفع من حرف میزند. او خیلی به من اصرار کرد که دست از این آرزوی بیهوده بردارم، ولی من نادان و کله شق نپذیرفتم. زمانی که از پیش آن شیخ بزرگوار به خانه برمیگشتم، حتی در تصورم هم نمی گنجید که فرزندم در آینده چنین عجوبه‌ای از آب درآید. دیگر طاقتم طاق شده. دیگر از این وضعیت خسته شده ام. در کوچه و خیابان نمی توانم سرم را از خجالت بلند کنم. این پسر سرافکنده‌ام کرده است. ای کاش خداوند این فرزند را به ما نداده بود. زن گفت من هم حالی چون تو دارم، ولی چه کاری از دست من و تو برمی آید؟ تا آنجا که در توان داشته ایم او را پند و اندرز داده ایم. کوشیده ایم که او را از راه‌های کج و خطا باز داریم و به راه درست بکشانیم، ولی نتیجه کارمان به عکس شده است. نتوانسته ایم او را به راه بیاوریم. من یکی از بس ملامتش کرده ام. زبانم مو درآورده است. دیگر فایده‌ای ندارد. مرد گفت چاره‌ای نیست. باید دوباره نزد آن شیخ بزرگوار و مستجاب الدعوه بروم. شنیدم که هنوز در قید حیات است، هرچند که دیگر خیلی پیر شده است. شنیدم که دیگر مردم را به حضور نمیپذیرد مگر آنکه موردی مهم و استثنایی باشد. میروم و به او التماس میکنم. زن با تعجب پرسید میخواهی نزد شیخ بروی برای چه؟ مگر چه کاری از دست او ساخته است؟ مرد گفت خیلی کارها. مگر نه این است که ما با دعای او صاحب فرزند شدیم؟ به هر حال او مرد با خدایی است. دعاهایش مستجاب می شود. شاید با دعاهای او پسرمان به راه راست برگردد. بالاخره باید دست به کاری زد. من که نمی توانم ساکت بنشینم و ببینم پسرم هر روز یک جور بی آبرویی به بار می آورد. زن با خوشحالی گفت آری آری، فکر خوبی است. چرا تا کنون به این فکر نیفتاده بودیم؟ این تنها کاری است که می توانیم در حق پسرمان کنیم. او دعاهایش مستجاب می شود. اگر دعای او نبود به قول تو ما صاحب فرزندی نمی شدیم. اگر دعاهایش دفعه قبل مستجاب شده باز هم می شود. حالا هم می تواند ما را دعا کند و این مشکل بزرگ را برای ما حل کند. آن شیخ بزرگوار حتما ما را یاری خواهد داد و راهی پیش پایمان خواهد گذاشت. باید هرچه زودتر شال و کلاه کنی و به طرف شهر شیخ حرکت کنی. زن حرفهایش را ادامه نداد. آهی کشید و به فکر فرو رفت. گویی در درون خود به حرفهایی که گفت ایمان نداشت. مرد گفت نگران نباش. فردا همه چیز درست می شود. من می دانم. همین فردا صبح زود پیش از طلوع آفتاب به سوی شهر شیخ حرکت می کنم. امشب بار و بندیل سفر را آماده کن. مرد ثروتمند برای بار دوم
به سوی شهر شیخ به راه افتاد، با این امید که باز هم دعاهای پیرمرد او را یاری دهد. مرد ثروتمند وقتی به در خانه شیخ رسید، باز هم گروه زیادی را دید که جلوی خانه شیخ صف کشیده بودند. رفت و در انتهای صف ایستاد و منتظر نوبت ماند. مردی که جلوتر از او ایستاده بود گفت: خوش آمدی برادر، چند روزی میهمان این صف خواهی بود. مرد با تعجب پرسید: چند روز؟ منظورت چیست؟ آن مرد گفت: شیخ بزرگوار مثل سابق سرحال و سالم نیست، پیر و بیمار است، مدام در بستر است، برای همین هم فقط 5-6 نفر را میتواند به حضور بپذیرد. تازه گاهی حالش چنان بد می شود که همین 5-6 نفر را هم نمیتواند دعا کند. برو دعا کن حالش بد نشود، وگرنه ممکن است هفته ها در این صف بمانی. روز سوم بود که نوبت به مرد ثروتمند رسید. او خوشحال شد، احساس می کرد که شانس و اقبال دوباره به او روی آورده است، چون بعضی کسانی که جلوتر از او بودند پس از 1 هفته و حتی 10 روز نوبتشان رسیده بود. مرد ثروتمند مثل دفعه پیش هدیه‌هایی را با خود آورده بود، به همراهان شیخ داد. شیخ در بستر دراز کشیده بود. مرد در نگاه اول نتوانست او را بشناسد. شیخ خیلی پیر شده بود. چشمهایش اما همان چشمها بود و نگاههایش همان نگاه سالهای پیش. شیخ با اشاره سر با او احوال پرسی کرد و به او فهماند که حاجتش را بیان کند. مرد ثروتمند ماجرای خود را برای شیخ باز گفت. او گمان می کرد که شیخ پس از گذشت سالهای طولانی ماجرای او را به کلی فراموش کرده، اما شیخ همه چیز یادش بود، حتی حرفهایی که آن روز بین او و مرد ثروتمند رد و بدل شده بود. شیخ مستجاب الدعوه که حال از شدت پیری بدنش به رعشه افتاده بود و دستهایش پی در پی می لرزید، نگاهی به مرد ثروتمند انداخت و گفت: بالاخره آمدی، منتظرت بودم، میدانستم که 1 روز بر می گردی. من آن روز تو را پند و اندرز دادم و به تو گفتم که با غم بی فرزندی بساز و راضی باش به رضای خدا. اما تو حرف مرا نشنیده گرفتی و همچنان اصرار کردی که برای بچه دار شدنت دعا کنم. من هم در پایان به ناچار دعا کردم. حال بگو بدانم چه کاری از دست من پیرمرد بیمار و ناخوش احوال ساخته است. من ضعیف و ناتوان چه میتوانم برای تو انجام دهم؟ منی که حتی جلوی لرزش دستهای خودم را نمیتوانم بگیرم. مرد ثروتمند که دیگر از دست کارهای فرزندش جانش به ستوه آمده بود، شروع کرد به التماس که به دادم برس ای شیخ، مرا از این بدبختی بزرگ خلاص کن. مرد ثروتمند از شدت ناراحتی به گریه درآمد. مدتی گریست و از نابکاری فرزندش با شیخ گفت. سپس با غمی بزرگ در صدایش افزود: من زمانی از درد بی فرزندی رنج می بردم، حال از داشتن فرزندی ناخلف می نالم و در رنج و عذابم. من این همه راه را به امید یاری تو آمده ام. ای شیخ. شیخ بزرگوار که عجز و التماس مرد ثروتمند را دید، دلش به حال او سوخت. لحظه‌ای چشمهای خسته‌اش را بست و به فکر فرو رفت. مرد با بیقراری منتظر بود که شیخ بر سر رحم آید و در حق فرزندش دعای خیر کند. شیخ پس از مدتی فکر کردن رو به مرد ثروتمند کرد. آمد بر سرت آنچه که آمده است و میبینی تقصیر از خودت است. این بلایی است که تو خود به جان خریدی. من به تو گفتم که راضی باش به رضای خدا و بگذر از این دعا تا خداوند گشایشی به کارهایت بدهد. آن زمان خداوند
خیر و صلاح تو را در بی فرزندی می دانست و فرزندی به تو عطا نمی فرمود، چون می دانست که چنین خواهد شد. تو با اراده خداوند مخالفت ورزیدی و سزایش را هم دیدی، حالا هم داری با اراده خداوند مخالفت می کنی. همش که نمی شود زندگی بر وفق مراد انسان باشد. تو می خواهی در همه زندگی به میل خودت رفتار کنی، ولی خیلی وقتها چرخ زندگی به میل ما نمی چرخد. تو باید در همه حال خداوند را شکر بگویی و به حضرت باری تعالی توکل کنی. باید توبه کنی و از خداوند طلب بخشش کنی. آن وقت شاید خداوند بر حال تو و همسر و فرزندت رحم آورد و مشکلتان حل شود. کاری از دست من ساخته نیست، نه از من و نه از هیچ کس دیگر. شیخ کمی مکث کرد و سپس ادامه داد: وقتی که از دنیا بروی، نه مال دنیا به دردت خواهد خورد و نه زن و فرزند. در آن دنیا هیچ کس به یاریت نخواهد آمد، پس برای چیزی که به هنگام مرگ به یاریت نخواهد آمد آنقدر اصرار نورز. تو چرا آن همه اصرار داشتی که حتما صاحب فرزندی شوی؟ اصرار کردی و خداوند هم پسری به تو عطا فرمود. حال که به آرزویت رسیده ای خواهان چیز دیگری هستی؟ اگر در همان ابتدا ناشکری نمی کردی و راضی به رضای خداوند بودی، حال به چنین بلایی گرفتار نمی آمدی. با این حال ناامید مشو، به خداوند توکل کن، خرسند باش و شکر بگو.